سلام بچه‌ها، امروز اومدم یکی از سوالهای پرتکراری که ازم میپرسین رو بهتون جواب بدم. اونم راجع به شانه یخزده هسته. شانه یخزده وضعیتیه که در اون بافت‌های اطراف شانه به دلیل اعمال سردی یا فشار آسیب میبینن که معمولا با درد و تورم و محدودیت دایره حرکتی همراه هستش. استراتژی درمانش چیه؟ حتما باید برین دکتر پیش فیزیوتراپی، میتونین از داروهای ضد التهابی و تزریق استروئید با نظر پزشک انجام بدین. حالا من بهتون 2 تا حرکت میدم که توی دایره حرکتی خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. با من همراه باشین. تمرکز روی موبیلیتی چرخش داخلی و خارجی شانه هستش. روی صندلی بشینین، ستون فقراتتون صاف، سرشونه ها ریلکس باشه. میله سبک یا چوب سبک رو طوری نگه دارید که دستاتون به اندازه عرضشونه باز باشه. کف دست رو به بالا. آرنجتون رو نزدیک پهلوها نگه دارید. میله سبک رو در امتداد یک مسیر افقی از یک طرف و به سمت دیگه حرکت بدید. یک چرخش خارجی و دیگری چرخش داخلی داره حرکت میکنه. هر روز میتونین این حرکت رو برای دایره حرکتی انجام بدین و 3 تا 10 تایی هم میتونین رو انجام بدین. حرکت دومم تمرکز برای موبیلیتی شانه هستش. داریم فلکشن شانه رو انجام میدیم. روی صندلی بشینید، ستون فقرات صاف، سرشونه ها ریلکس باشه. میله سبک یا چوب سبک با دست آسیب دیده طوری نگه دارید که شستتون به سمت بالا باشه. از بازوی آسیب ندیده خودتون کمک بگیرید تا بازوی آسیب دیده رو مستقیما از جلوی خودتون به سمت بالا ببرین. هر روز میتونین این حرکت ها رو انجام بدین. 2 تا 3 تا 10 تایی. اگر که خیلی 2 تا 3 براتون زیاد بود میتونین از 1 ست امتحان بکنین و اگر که 2 تا 3 تا کامل شد میتونین 3 تا 10 تایی اینو انجام بدین.